پدرم صادق منصوری بیش از 2 ماه در زندان و در شرایطی نامناسب به سر میبرد. تنها دلیل بازداشت حضور در مراسم 7 جاویدنام خسرو علی کردی بوده. در آن مراسم شعری که از صاحب تبریزی به خط نستعلیق نوشته بود را بالای سر گرفت: مرگ را داغ عزیزان بر من آسان کرده است. همین نوشته و همین همدردی باعث بازداشت او شد. او استاد سابقه هنر و خوشنویسی است، معلمی که سالها عمرش را صرف آموزش و فرهنگ این سرزمین کرده. پیش از این نیز در سال 1402 به دلیل حضور بر مزار جاویدنام ابوالفضل عادی-نژاده 2 هفته در انفرادی بازداشت بود. در نخستین روز ورود به زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. در آخرین ملاقات آثار آشکار شرایط غیر بهداشتی زندان بر بدنش به وضوح دیده میشد، به گونه‌ای که لکه‌های ناشی از گزش ساس بر گردنش نمایان بود. اینها اغراق نیست، اینها عین حقیقت است. زندانی کردن همراه با شکنجه تنها به دلیل ابراز همدردی در سوگ یک انسان دیگر. از شما می‌خواهم صدایش باشید.